خب درود دوستان، وقتتون بخیر. داریم برای گیم پلی بعدی این سری یه اکانت دیگر رو وارد کردیم و زدیم که زیر 13 سال. بریم ببینیم بازی های زیر 13 سال چه خبره توش. خب اومد. باید جالب باشه. حالا من صدام بچگونه نیست لابلای اینا قراره چی بشه. میخوام بهشون بگم من بزرگسالم، منو اجمام کنین بدیم بیرون. اوه شت، دکتر لکترم شدیم. چشم‌ها رو ببندید، میریم برای شب معارفه. تیم مافیایی بیدار شن. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. سلامت شما را هستم. خوشحالم که در کنار میشم، میتونم بازی خوبی داشته باشم. تارگت دلی میزنم شماره ده بازی تارگت دلی به دل نگیری، دل درد میگیری. چهارشنبه شماره 2 بازی حرفی دیگه نه. نفر بعد. سلام بچه‌ها، کسکیچی بازی هست. امیدوارم کیونه خوبی داشته باشید. من دوست دارم کیونش خیلی بزرگه، میدم بکنتتون. بچه‌ها امیدوارم که کستون باز باشه و کونتون بزرگ و تارگت های کونی هم میزنم، شماره کون و کس. امیدوارم کس بزرگ. نفر بعد. خب حالا معلوم. سلام بچه‌ها، شماره 9 بازیتون هستم. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. تارگت دلی میخوام بزنم به شماره 2 6 4 بازی. لطفا به دل نگیرید، تارگت دلیه. نفر بعد. باید خودی کسکش کون هم یه چیزی براتون که کونه تا کسکش اومده زیر میزنه تو بازیمون. اومدیدیم کسکو، من کسکش بازی هستم. آخه داداش چی میگی؟ من کسکش بازیم. نفر بعد. بچه‌ها سلام، خوبین؟ من به عنوان یه بزرگسال اومدم تو بازیتون استعدادی آبی کنم، ببینم تو بازی زیر 13 سال چه خبر. اول از همه که تشکر میکنم ازتون که زیر 13 سال زدین و جزو بچه‌های با شعور این قضیه هستین که تو بالای 13 سال نمیریم و کاش ادبم رعایت بکنین دیگه، نابی هستین. من 1 9 6 بازی رو تارگت میزنم. بازی کنارتون امیدوارم حال بده. نفر بعد که داره میده خودش. شماره 5 تارگت دلی من شماره 5 و 2 ده بازی هستش. دلی به دل نگیرید. شماره 5 و 2 من تارگت من هستید. آقا چرا وسط بازی میه فوش میدید؟ ها؟ این چه بعد تو هم تارگت من هستی. نفر بعد. خدایی کنار اینا بیشتر بازی حال میده. ببین چقدر قشنگ بازی میکنم. این چقدر چالش میگیرن، چقدر میان تو بازی. دنیای اول بازی پشت من گفتم مثلا بازی بدون پشت طلبه نیست. یه دونه بزرگ سالم اومده تو بازی ما، یکم احترام بذارید. آخه عزیزم این یک باید ببره. بچه‌ها شما 8 اگه من دست میدی به تخمم، اگه دست میدی به تخم، در صورت تخمم نماره 10 بازی چی میگی؟ اومدم اینجا عذیه بکنم بزن بزرگتر.
چقدر نمکی چونی. نفر بعد. بنده خدا با دوستاش نشسته دارن این عشق میکنن. شماره 10 چالش میخوای؟ نه نه شماره 10 نه چالش میخوای؟ نه نمیخوای. شماره 2 آقا امروز شماره 2 رو میدی بالا. نمیدونم شهرم باشی میدیم بالا درش از کشی. این تو بازیمون. آخه اینا دیگه نفر واقعا بعد. یه دوتا بازی درست نمیتونن کنار هم بکنن تو زیر سلام شما 13 بازی هستم. باید بازی خوبی داشته باشیم. آریکل. شماره 2 که رید تو بازی بعد سال نوسته گفته یک واسه من. خیلی با بچه ادبه. همه شماره 2 رو گزارش بدید به خاطر توهین و بی‌احترامی رفتار نامناسب گزارش های اینجا رسیدگی کنه فرق بازی. داره؟ همین امروز روز اول نه. اجماع داشته باشیم. شماره 2 حالا چه شهر باشه چه مافیا مهم نیست که داره واقعا بازی خراب میکنه. پس همتون شماره 2 رو بندازید بیرون دیگه. مهم نیست شهر یا مافیا چون داره بازی خراب میکنه. چالش برای شماره 7 تارگت می‌زنم به شماره 9 و 7. نفر بعد. من یه اکانتر رو دوست داشتم. سلام دوستان، شماره 7 بازی هستم. امیدوارم بازی خوب داشته باشیم. شماره 4 ناراحت نیستم که بریم چالش زدی بدیم تو به 2 نفر تارگت دیری زدی. این یکم بریم و خودت سیاه کردی. شماره 2 فوش ندی، یه بار دیگه فوش بدی فوش میدم بهت 3 سال برو معنیش پیدا کن. او متشکرم. نفر بعد. دوستان 4 5 هستن. ببین امروز دیگه تو معلومه دیگه خودش باید تو بدیم چند زده تو بازی چیزی هم نمیگه. کون میگم تارگت میزنه به کون اینا یعنی چی؟ درم با سنتر زده تو رو مایکش صداشو کلوف کرده. میگم صدای خودش نیست اینقدر کلوف. تارگت یعنی چالش میدم شماره 4 مستنجر زدی به تارگت بزنم. نفر بعد. خب به نظر من که شماره 2 یکم بدترین کرد. یه بعضی هم دارن نم نم خاکستری میشن لو میرن. مثلا الان شماره 5 اومد نوار خالی پر کرد. چی الان به بازی رسون؟ دقیقا اون حرف منو پر کرد. تو اصلا نمیخواد تایید بدی. تو که امروز بیرونی اجماع میشی. تمام شماره 2 بیرون. ما اینترنتمون قطع شد فکر کنم. بله باگ خوردیم. خب قطع و وصل شد. الان داریم برمیگردیم ببینیم بازی به چه شکل. اینقدر باحاله. یعنی کرکر خنده شده این بازی. حالا تا دوباره بیان صحبت کنن صحبتاشون رو بشنویم. واقعا اونی که فقط شماره 6 بود گفت 5 4 2 خیلی حرف درستی زد. 4 میاد از 2 دفاع میکنه. اما همه شهر ریختن به 2. چرا میای از پشت دست 2 بازی میکنی؟ 5 هم که همینجوری نوار خالی واسه ما پر میکنه. 5 4 2 مافیا منه. میریم سراغ رای گیری.
چه کسانی به ایشون رأی میدن؟ کدوم انتخاب میکنید؟ تا اینجا تو بازی اطلاق نبوده و این یه چیز جالب و ستودنیه این بازی هست. خیلی از این بابت خوشحالیم. خیلی واقعا عجیب شاید حتی. یک شب میشود. تیم مافیایی بیدار شن. یک نفر رو شیشو توجه شدم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. اوکیه، نگران نباشین، ریلکس باشین. متشکرم. چی میگه؟ با اعلام آقا حالا نمیدونم این همه که آدمایی که رفتن بیرون، مافیا، شهر، هر کی که میدونه جان سخته، هر کی که نگه ها اسمش رو کارگاه، هر کی فقط بگه کیا رفتن بیرون تا خود نگه کارگاه هم جان سخت هم، هر کی نگه فقط استعلام بگیره کیا رفتن بیرون. متشکرم. نفر بعد. ببین عزیزم، تو بازی مافیا وقتی تعداد مافیا و شهر مساوی بشه مافیا میبره. الان 4 نفر رفتن بیرون و بازی تموم نشده، یعنی 3-3 نیستیم، پس قطعی یه مافیا بیرون هست. الان از این مشخصه. بین 2 و 3 هم یک کدومشون جان سخت بوده دیگه، اون که دیسکانکت بوده، اون یکی هم که با رای رفته بیرون. متشکرم. نفر بعد. خب خدا کنه اگه جان سخت نیافته باشه بیرون، حتما این دست استعلام بگیره ببینه کیا رفتن بیرون کیا موندن. چالش نمیدم به شماره دیگه چون که من چالش ندی، ولی حالا باز داره میدم. آفر. شماره یک اومد به چند نفر که رای داد، همینجوری الکی که رای داد. نه شماره 9 اومده میگه داری از شماره 2 دفاع میکنی. من گفتم اونو بفرستی بیرون، ما دارم میگه شماره میگه دفاع میکنی. من گفتم شماره 5 داره نوار خالی پر میکنه، بعد تو داری اومدی دوباره میگی شماره 5 نوار خالی پر میکنه. تو دیگه اندر نوار خالی پر میکنی. تو شماره 9 به من تارگت زد، بعد هیچ رأی هم نده. خب یعنی چرا مافیا؟ نفر بعد. ناراحت نشو، من چون که به دست دادم چون که آخرین نفره، شاید چیشی بهش نده، آخرین نفر 10 بعد این همه بایسته تا آخر بابت گیره. آقا خیلی بازی سخت، خیلی. امروز 6 رو بدیم بیرون. نمیدونم اما مطمئن نیست. نفر بعد. خب صدا نمیاد دیگه. نفر بعد. 6 رو میتونیم امروز اجماع کنیم بدیم بیرون. یعنی شهرهای عزیز شما، یعنی واسهتون شماره 4 مافیا نیست؟ شماره 4 برای این شهر مافیا نیست؟ یعنی شما نفهمیدیم که 4 اومد پشت دست 2 داشت بازی میکرد؟ 4 میگه نبر خالی داره یه فلانی داره پر میکنه، خودت داری نبر خالی پر میکنی.
نفر بعد. به نظر هر چی شعر گفت من گوش میدم. خدایی من نفهمیدم. یکی میگه 6 رو بزنیم، یکی میگه 4 رو بزنیم. هر چی شعر گفت من گوش میکنم. اصلا میخواین اطلاق کنم. کسایی که میگن اطلاق کنم لایک بدن. آقا من حرفه‌ای بازی هستم. هر کسی ادعای حرفه‌ای داره لایک نشون بده. خب چالش هم میدم به شماره 4. تازه هر چی شعر گفت من گوش میدم. حرفه‌ای بازی هستم. شبم به شماره 1 بازی میدم بیرون. نفر بعد. که داره همه باید اطلاق کنیم. شمارهش که حرفه‌ای بود. آقا من شهروند ساده بازی هستم. شماره 6 و 9 و 10 و 1 پشت سرم اطلاق میکنید. هر کی اطلاق نکرد اجماع میره بیرون. فهمیدید یا نه؟ منم شهروند ساده بازی هستم. شماره 6 هم که میگه صدا نمیاد. اطلاق داشت صدا میاد برای فقط گوشی تو ریده. نفر بعد. اطلاق کنیم. آقا من کاراگاه بازیم. کاراگاه بازی هر شب میتواند استعلام یک نفر را بگیرد. استعلام پدرخوانده همواره من اعلام میشود. منم الان اطلاق. نفر بعد. برگام. خب شماره 8 که گفت شب 1 رو خلاصش میکنه اوکیه. اون یکی یارش هم خب میشه 6 دیگه. من دکتر بازیتون هستم. میریم سراغ رای گیری. خب خیلی هم جذاب. وای چقدر باحال. الان اینا خیال کردن که اطلاق کردن و کار را جمع کردن. شیش رفت بیرون. بچه ها چقدر باحال. اونایی که میخوان ببرن، اونایی که میخوان اطلاق کنن بیان اینجا. چه کسانی به ایشون رای میدن؟ بازی به اطلاق کشیده شد. مافیا هم که کت بلند کردن، دکتر و کاراگاه رو هم برداشتن. حرفه‌ای هم که بنده خدا حتی درست زده بود حالا اطلاق کرد و گفت من شماره 1 رو میزنم. ما هم گفتیم کدوم رو انتخاب میکنید؟ و حالا خودمون 4 رو میزنیم و در این صورت تعداد مافیاها در پایان بازی بیشتر از شهروندا میشه. 3 خیلی هم جالب. 1 شب میشود. تیم مافیایی بیدار شن. 1 نفر رو بکشن. جانم جان متشکرم. دکتر لکتر باشه 1 نفر رو نجات بده. من 8 رو میزنم. 4 رو بزن. 8 خودش میره بیرون. 1 میزنه. 4 رو بزن. 4 رو بزن. 8 1 رو میزنه خودش میره بیرون. 4 رو بزن. باشه متشکرم. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. بله تعداد بنده خدا روان پزشک بود. وای 6 چون سخت بود. بازیشون چه حالی داد خدایی.